چه سرد هوا. بچه‌ها خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره بریم سمت، یعنی دقیقاً 500 متر جلوتر یک درختی هست. درختش میگن سیب اهالی اینجا. که نزدیک چند سال پیش بود. آره دقیقاً 5 سال پیش اونجا یک قتلی زیر درخت انجام شده که یک نفر رو کشتن، خاکش کردن زیر همون درخت. ولی چند ماه پیش، دقیقاً 6 ماه پیش، چند نفر از دوستان، 3 نفر رفتن زیر همون درخته دیگه. از اون روز بعد 24 ساعت دیگه پیداشون نشده اصلا. و ما قراره که امروز بریم، یعنی امشب بریم که اونجا رو بررسی کنیم و ویدیوشو برای شما ضبط کنیم که ببینیم اونجا دیگه چرا اون 3 نفر غیب شدن و دلیل قتل اون یک نفر چند سال پیش چی بوده. نه اصلا یه آقا بریم این فکر کنم این راهش گنده است. یا باید از این بر بریم یا باید از همین بر بریم. اینجا تو دسته است. نه از این بر بیا از همین بر باستا چیه اینجا؟ اون قسیاده. یه نور رو بگیرون جدا، نور رو بگیرون پایین. فکر کنم یه قار چیزیه این پایین. قار نه خیلی باسو ببینم اصلا یه سنگ بندازم. بگیر نور بگیر اینجا. نور رو بگیر. باسو به همینه باید مستقیم بریم. حالا یه صدای عجیبی نمیشنوی تو اینجا؟ یه لحظه ساکت گوش کن. دیگه هست. ببین فکر کنم اینا رو قبلا کندن که یه چیز قبل مانند داخلش بذارن، نمیتونم. اینجا باز گودتره. نور بگیر. یه چیز سیاهی دیدم اینجا. بی خطرناکه بریم جلو. دور بره بگی. اینجا کاملا هیچی نیست. معلوم هم نیست این به خاطر چی هست. کدوم بر؟ از این بر بریم. دیده میشه زمینه. آره. چقدر دیگه راه هست تا اونجا. مواظب جلوت باش حالا. درست وقتی میگم که ما بودا چی؟ درست خود نگاه کن بودا. ببین فکر کنم اینو باید بریم اون بر. بیا یسی. کدوم بر بریم؟ من هیچی معلوم نمیشه. فقط حواست باشه اینجا گودال اینا زیاده. گودال اولیه خیلی عجیب بود. نگاه کن اصلا حواسم نبود یک لحظه. اگه پامو یکم یک قدم تا دیگه جلوتر میذاشتم کجا؟ اون گودال اولیه یا گودال دومیه؟ حواست باشه داری میگی. اینجا چون اهالی اینجا بوی عجیبی هم میاد از اینجا. آره. اهالی اینجا چون گفتن برو اس کن سی. آره هر یک سال اینجا ده بگیر اون جلو رو بگیر. آدم دست شده. نه اشتباه اومدیم. نگاه کن اینجا فکر کنم نیست. حواست باشه کجا اومدی. بیا فکر کنم اینجا گودال هست جلو. هم یه گودال بعدی هست. گودال نیست چیز خدا چی بهش میگن؟ باطلاقه. آره بگیر قشنگ. بیا از این میره. بیا این بر. اون بره فکر کنم. کدوم بر؟ اون بر. تو نقشه که زده بودیم بر. نه این چند از دوستای دیگه هم گفتن سمت دو تا درخت کنار همه یه درخت دیگه. خب بچه‌ها چطور میشنوی؟ آره حواست باشه که صدا سگی که از اون باید. آره ببین میخوای دوربین بزنی اونجا. آره با یک دوربین اینجا بده. بیا بریم. واسه یا از اون بر می‌خواستیم بیایم که گودال بود نمی‌شد. بعد این راه که اومدیم همین باید بریم دیگه. آره ببین اون که آب بخوریم. ببین فکر کنم همین درخت هست. دیگه درخت هست.
نور بنداز. نور هست؟ آره. اینو از این ببرس. دور برشو. این چیه؟ هوا نرو جلو شد تله. بگیر چیز دیده میشه نه؟ آره. حواست باشه جلو تله ملی چیزی کار نداشته. چون میگم معمولا زیر درختای سیب. ویدیو رو بعد دوباره پیداش کن. حس می‌کنم یه چیزی اون بالا دیدم. نمازه خیلی نزدیکه. یه بالا. بکنم این برم هست. یه. حواس نگاه کن بگرد ببین چیزی پیدا نمیشه تو اونا. واسه انگار یه چیز تکون خوردن. چیزا تکون خوردن انگار. آره. بگی اونجا رو بگو. چیزی نیست. با اصلا یه جوری تکون خورد انگار یه چیز اینجوری شد. نکن. اینجوری شد. نه نکنم. بیا بریم این ور. بیا این ور فراموش نکن. بگی بکن. دوباره شدم اینجوری. زیرش قشنگ برو نگاه کن. برو جلو. فکر کنم اینجا یه نوشته هست. یه نوشته عجیبه. نه نوشته نیستش. بریم همونجا. آره. اینجا که چیزی نیست. نیست چیزی این ور. اون کسی که اینجا دست کرده بود کجا بود؟ نمیدونم فقط گفتن. من میخوام فقط ببینم چرا اون 3 نفر غیب شدن. نگاه کن. این که دیگه همتون الان میدونید این نماد شیطان پرستیه. واسه گلاز خاکش رو نگاه کنم. این نماده بیشتر برای چیز استفاده می‌شد. بابا کلا نماد شیطان. کسایی میخوام که ببینم خاکش می‌کشیدن، مال چقدره. واسه یکی رو می‌خواستم دفن کنم یا بزنم داخل. خاکش نگاه یکم می‌کشیدن قبلا. یا خاکش یکم زرد قاتیش داره. یکم زرد قاتیش. این خاک دقیقاً مال 10 سال 20 سال پیشه. آره دقیقاً. ها؟ نه صدای عجیبی میاد. اصلا این بار حالا نمیدونم باد نگاه گفتن زیر درخت اصلا به این برسن نمیدونم. نه خب یه چیزی عجیبی تکون خورد کنه. بادم که نیست بگیم باده. حالا بریم این بر زیر درخت رو چک کنه. برو. بریم تو برو اون بر. تو برو اون بر من اینجا کنم. این بر که چیزی نبود. اون برم حالا بررسی کن. اینجا که چیزی نبود. فقط یه چند بیا اینجا. کجا؟ پیداش کردم فکر کنم. چیه اینا؟ من نمیدونم. نزدیک 4 تا الان هست. ولی نمیدونم شاید یه نماده قبلا نگاه کردیم شبیه اینا بود. چی آره. بود؟ معنیش این چی؟ واسه معنیش یه الان داره نشون میده که این تکون میخورن. نمیدونم. ببین نماده کلا خب معنیش نکن یه دونه مثلثه. بابا گفتم اونور تکون میخوره. چه چیزی تکون میخوره اینجا؟ این دیگه خیلی وحشتناکه. الله چی بود؟ این چیزی زیر پام بود. میگم یه صدای علف نگاه اول اون تکون میخوره. نگاه کن دقیقاً علفا تا اینجا. نمیدونم بریم تو نریم چک کنیم. نه خطرناکه. ولی بریم. آقا من میگم بیا بریم جلو. نه بابا جلو که از اون برای صدا میاد. الان بریم اون چی نیستش. چرا از همین الان اینجا احساس میکنم. نوکی درخت. بیا. آب رفتون اینا.
یک چیزی الان دقیقا تو اینا هست. نگاه تو برو عقب و چک کن، تو برو چک کن، من این ور چک میکنم. نره نگاه یه موجودیه. نه نگاه تو برو چک کن. تو برو اونور چک کن. تو برو اونور چک کن. ببین اگه صدا اومد جلوی اینجا میذاره معلوم میشه. اوه کدوم باید؟ همینجا ده. خب چی بود؟ دوربین گرفت اینجا دیگه نه؟ آره بزن بخواد دیگه. چی عقب بازی عقب خطرناک اینجا. ببین به نظرم بیا ترک کنیم اینجا رو. بریم. بابا خیلی موقعیت خطری شده. آره اتفاقی میفته. شمع رو کلا لغت کرد. اوه حالا مهم نیست. بلایی سرمون نیاد. خب بچه‌ها ما از اینجا ویدیو رو قطع می‌کنیم. دوربین چند درصد داره؟ دوربینم داره شارژش تمام میشه، باید بریم. اگه اتفاقی نیفته برام. نگاه موقعیت خیلی خطری شده، باید بریم. آقا بریم.